الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برادران عزیز، خواهران مهربان، از هر مسلمان اولین سوال که از پیشش می شود هر وقتی که با مقابل دیگر انسان شود، شاید همین سوال باشد که پروردگار تو کیست؟ دین تو چیست؟ پیغمبر تو کیست؟ و همین سه سوالی که در دنیا مقابل از ما و شما پرسان می کند، همین سوال هایی هست که در عالم برزخ، در قبر، پس از جدا شدن روح و نفس انسان از بدن، در عالم برزخ، در حال قبر، این سه سوال از پیشش می شود: من ربک، ما دینک، من نبیک. و به این بابت حدیث آمده از البراء بن عازب رضی الله عنه روایت است در مسند امام احمد به طور طولانی و در سنن امام ابو داود به طور مختصرتر و بعضی الفاظش در صحیح آمده که هر وقتی که انسان در قبر مردم ها او را ماند و از پیششان رفت، ملائک می آیند. در حدیث های صحیح آمده مسئله غیبی هست، نمیتونیم از جهت عقل این را انکار کنیم یا ثابت کنیم. مسئله غیبی هست و یکی از صفتهای مؤمنان این هست یؤمنون بالغیب، که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموده فیأتیه ملکانی، می آید پیش او دو تا ملائکه. در بعضی روایت ها آمده صفت این ملائکه یا نام این ملائکه منکر و نکیر. فیقعدانه، او را میشانه. وقتی که او را شان، از پیشش پرسان می شود من ربک، ما دینک، من نبیک. کسانی که کافرند یا منافقند، در بعضی روایت ها آمده که یا فاجرند، برایشان میگویند که من ربک، میگه ها نمیدانم پروردگار ما کیست. از پیشش پرسان میکند ما دینک، ما دینک، دینی تو چیست؟ میگویند کافرها، مشرکها، منافقها، فاجرها ها نمیدانم. باز از پیشش پرسان می شود که من نبیک، پیغمبر تو کیست؟ همون جواب را می دهد و می گوید ها نمیدانم. پس سخت عذاب سر او می آید در عالم برزخ. اگرچه این عذابی که در عالم برزخ هست کمتر از عذاب آخرت است، چنان که رب العالمین فرموده در قرآن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. از طرف صبح، از طرف عصر عذاب آتش سر آنها می آید
مگر روز قیامت اونها را داخل می کند در عذابی سخت. همچنین در حدیث آمده که برای مؤمن هم همین سوال می شود، برای مسلمان هم همین سوال می شود، اگر مرد باشه یا زن باشه. من ربک، پروردگار تو کیست؟ ما دینک، ما دینک، دینی تو چیست؟ من نبیک، پیغمبری تو کیست؟ آدم مومن متيقن و بالآخرة هم یوقنون، کسانی که به لا اله الا الله یقین دارند با آن معنایش عمل میکردند، جواب برایشان آسان است. میگویند ربی الله، پروردگار من الله است که او معبودی برحق. دینی الاسلام، دینی من دینی اسلام هست. نبی محمد صلی الله علیه و سلم، پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم هست. پس بیاییم جستجو کنیم، در قرآن و سنت ببینیم که چطور رحمت رب العالمین سر ما و شما شده. سوالایی که بعد از او کامیابی را یافت میکنیم جوابایش را برای ما داده، سوالایش را هم برای مایان معین کرده. فقط در عالم برزخ 3 سوال از پیش ما و شما می شود: من ربک، ما دینک، من نبیک. پس بیاییم جستجو کنیم، جواب این سوال ها را به طور علمی و عملی یاد بگیریم، به طور علمی یاد بگیریم، به طور عملی انجام بدهیم. ای پسری عزیز، ای دختر گرام، اگر از تو پرسیده شد اصول 3 که شناخت آن بر هر انسان واجب است چیست؟ بگو اول شناخت پروردگار، دوم شناخت اسلام که دینی پسندیده پروردگار است. دینی هست که الله آن را برای بنده هایش خوش و امتیاز داده. سوم شناخت پیغمبرش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. اصل اول شناخت پروردگار با دلیل و دلائل. اگر از تو پرسیده شد که پروردگارت کیست، بگو چنان که رب العالمین در قرآن فرموده، چنان که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیثا بیانش را کرده. بگو پروردگارم ذاتی است که با نعمتهای فراوانش مرا و سایر جهانیان را آفریده و پرورش داده است. پروردگار من آن ذات مقدس هست که من را پیدا کرده است، برای من رزق داده است، برای من قوت داده است، که او یگانه معبودی بر حق است که جز از او هیچ معبودی نداره.
چنان که رب العالمین در اولین آیت‌های فرموده الحمد لله رب العالمین. هر گونه ثنا و صفت، هر گونه ثنا و ستایشی، هر گونه ثنا و ستایشی ویژه پروردگار عالمیان است. هر حمد، هر ثنا و صفت کامل صرف برای الله است که او معبودی بر حق. چی نامی داره؟ رب العالمین هست. چی صفتی داره؟ تربیت کننده جهان ها است، پیدا کننده جهان ها است، رب العالمین. جز پروردگار خالق غیر از او دیگر نیست، چنان که در قرآن الله فرموده الله خالق کل شیء. الله خالق هر چیز هست. الله هر چیز را پیدا کرده است. در دیگر آیت می فرماید هل من خالق غیر الله؟ آیا هست پیدایش کننده غیر از الله؟ جواب نه، نیست. پس که غیر از او خالق نیست، معلومی یقینی می شود برای عاقل ها که معبودی بر حق صرف او هست. الحمد لله رب العالمین. اگر از تو پرسیده شد پروردگارت را چطور، چی گونه شناختی؟ به چی دلیل و دلایل شناختی؟ باید بدانیم که شناختن پروردگار یک مسئله فطری هست. یعنی در دل هر انسان این مسئله تقرر دارد. حتی آن کسانی که ملحد هستند در وقت سختی آنها طرف آسمان می‌بیند و میگوید به لغت خود یا الله ای پروردگار. هر وقتی که سر انسان مشکلی زیاد آمد، دانست که این مشکلات را کسی نمیتونه از بندگاه حل کند، دل آن بنده توجه سوی الله میکند. این دلیل فطری میگوید. و اما دلیل عقلی که پروردگار دلیل وجودش، دلیل ربوبیتش چیست؟ هر انسان عاقل میداند که مخلوق یعنی مصنوع پیدا نمیشه تا که صانع نداشته باشد. اگر کسی برای ما و شما بگوید که این ورقه یا این کامera یا این میکروفون بدون صانع پیدا شده، کسی این گپ را قبول نمی کند. پس چطور انسان می تواند که بگوید که این عالم های متنوع و مختلف به این ترتیبی ما بین آسمان و زمین، ما بین رودها و دشتها، به این نظام دقیق پیدا شده؟ دلایل عقلی به ربوبیت الله بسیار زیاد است. همه وجودی عقل خودش دلالت به این میکند که رب العالمین هست و این عقل را پیدا کرده. ما میبینیم حیوانات را، درختها را، نباتات را، میوجات را عقل ندارد. پیدایششان به ترتیبی منظم
رب العالمین پیدا کرده است، دلایل وجودش است. پس پروردگار ما خالقی جهانها است، رب العالمین، که آن یک مهربان ذاتی هست. الرحمن گوید غیر از او اطلاق نام رحمان سری بنده جایز نیست. الرحیم یک بخشنده ذاتی هست که بنده های خود را می بخشد. مالک یوم الدین خاوندی روزی قیامت هست. پس ای مسلمان، اگر از تو پرسیده شد پروردگارت را چگونه شناختی، می توانی از نظر قرآن و سنت بگویی که به آیات و مخلوقاتش. الله را ما شناختیم به دلیل آیاتهایش و به دلیل مخلوقاتهایش. در قرآن رب العالمین فرموده که الحمد لله رب العالمین. وقتی که نامش عالم هست، چی معنی عالم؟ عالم جمع علم. عالم لغت عربی است، معنایش این است که دلیل بر یک چیزی می کند. پس عالم دلیل دارد به وجودی معلومهی که آن رب العالمین می باشد. بگو ای مسلمان که من پروردگار خود را شناختم به آیات و مخلوقاتش. از جمله آن آیات شب و روز و مهتاب و خورشید عنوان نمونه های از آیات او هست. و از مخلوقات او آسمان ها و زمین های هفتگانه و آنچی در آنها و در بین آنها هست. این مخلوقات همه دلیل و دلائل پروردگار است. به عنوان نمونه از مخلوقات الله بزرگ اشاره کرده الله تعالی می فرماید لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا یعلمون. سوره غافر آیت 57. بیگمان آفرینش آسمان ها و زمین بزرگتر از آفرینش مردم است. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. پیدایش آسمان ها و زمین ها کلانتر از پیدایش انسان ها است. پس آسمان ها و زمین ها دلیل عظیم شان وجودی و ربوبیتی و الوهیت الله است. ولكن اکثر الناس لا یعلمون. لکن اکثر مردم ها نمیدانند. و در سوره فصلت آیات 37 تفسیرش را ببینید که الله میگوید و من آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. و از نشانهای آیتهای قدرت او شب و روز هست و خورشید و ماه است. خورشید و ماه را سجده نکنید بلکه الله را که آنها را آفریده است سجده کنید. چرا ای انسان عاقل، چرا برای یک چیزی که عقل ندارد، زندگی ندارد، مثل روز و مثل مهتاب به آن سجده می کنید؟ یا مثل مرده و یا مثل قبر و یا مثل بت
به آن سجده می کنید. و نیز رب العالمین می فرماید در سوره اعراف آیات 54: این ربکم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. معنای این آیت کریمه یقینا پروردگار شما معبودی بر حق آن ذاتی هست که پیدا کرده است آسمان ها را و زمین را در 6 روز. پس از آن بالا شد سر عرش خود. عرش بالاترین مخلوقات است. الله تبارک و تعالی سر بالاترین مخلوقات است. یغشی اللیل النهار، یعنی شب را به روز و روز را به شب می پوشاند. یطلبه حثیثا، یکی پشت یکی دیگه هست. و الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، و خورشید و ماه و ستارگان را آفرید کرام، و شمس روز را، خورشید، و القمر مهتاب را، و النجوم ستاره ها را مسخرات بأمره، می بینید که آنها به امر لا یزال می چلد، به امر لا یزال راه می رود، نافرمانی نمی تواند کند. الا پس بدانید له الخلق والامر، صرف پیدایش کنندگی کاری ذاتی هست که آن رب العالمین است. الا پس بدانید صرف برای او این کار است، دیگه کس این کار را انجام نمیتواند بدهد که آن پیدایش کنندگی است. والامر، امرم از اوست که روز را دراز می کند شب را کوتاه یا برعکس. تبارک الله رب العالمین، با برکتی است الله که پروردگار جهانیان است. از امام ابو حنیفه رحمه الله یک ملحد سؤال کرد که وجودی الله چیست؟ امام سر خود را پایین کرد، باز برایش گفت، سر خود را بالا کرد، گفت اگر برایت بگویم که یک کشتی به نیزد هوا یک درخت را بالا کرد، این درخت توته توته شد و از این توته های چوب کشتی جور شد، از آن طرفی رود آمد به این طرف، تو سخن من را قبول داری؟ گفت نه، این کار بدون صانع ممکن نیست. پس امام صاحب برایش گفت که تو این چیزی خرد را قبول نداری که بی از خالق پیدا شده باشد، پس چی تو قبول داری که آسمان ها و زمین ها و ستاره ها و مهتاب و روز بدون خالق پیدا شده باشد؟ یعنی ممکن نیست که طبیعت یک چیزی بی عقل، طبیعت یک چیزی بی اراده آن یک چیزی را پیدا کند. و همچنین از امام شافعی رحمت الله علیه پرسان شد، برایش یک نفر گفت یا ابا عبدالله
دلیلی وجود الله چیست؟ امام شافعی رحمت الله علیه برایش فرمود که ببین ورقهای درخت توت را، اگر یک قسمی از کرمها هست که آنها دودة القز برایش میگوید، اگر آنها این ورقها را بخورد برای ما و شما ابریشم پیدا می شود. اگر این ورقهای توت را میشا و بوزها بخورد شیر پیدا می شود برای ما و شما. پس غذا یک غذا هست، لکن در شکم مخلوقات ها مصانع مختلف کی پیدا کرده است؟ همچنین از امام احمد رحمت الله علیه پرسان شد که دلیل وجود رب العالمین پروردگاری لایزال چی هست؟ گفت ببینین به طرف این تخمی که از مرغ می براید، هیچ راهی ندارد در چشمهای ما، سرش این مرغ میشیند، یک روز، 2 روز، 3 روز، 1 هفته. بعد از آن اگر ما این تخم را بگیریم داخلش سفیدی و زردی هست، آن را میخوریم. اگر بمانیم آن مخلوق پیدا می شود. این کار را کی می کند؟ غیر لایزال. برادران عزیز، دلیل و دلائل وجود رب العالمین مسئله فطری و عقلی هست. خاطر همین ما می بینیم که اکثر مردم های زمین به الله اعتراف دارد، با وجود الله اعتراف دارد، لکن اکثرشان مشرک هست. اما آن کسانی که ملحد هستند آنها بسیار کم هست، چتلی های مجتمعات مختلف می باشد. پس فرق ما و فرق دیگر مردم ها چی شد؟ فرق این است که مسلمان ها عبادت الله را صرف به طریق یکتایی می کند، اما مشرکا یهود و نصارا عبادت الله را به طرز شرک و به طرز مشرکی می کند. و پروردگار ما و شما همان ذاتی هست که خالق هر چیز است. پس باید یقین داشته باشیم که معبودی بر حق در دنیا و آخرت الله است. غیر از او کسی حق عبادت را ندارد. خاطر این رب العالمین در اولین صدایش، در اولین ندایی که در قرآن آمده فرموده در سوره بقره آیت 21 و 22: یا ایها الناس، صدا می کنم شما را همه ای بنده های من، ای انسان ها. در این صدا انس و جن داخل می شود. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، صرف عبادتی او را کنید که آن پروردگار شما می باشد. ربکم پروردگار همه شما، الذی ایتو یک ذاتی هست، خلقکم شما را پیدا کرده است در شکم مادر. از یادی ما شاید رفته باشد. در رحم، در شکم مادر، زیر شکمبه، زیر چیزای
که بوی آن را کسی قبول ندارد. چطور انسان را در آنجا از این چیزها نگاه کرد؟ باز برای انسان در شکم مادر غذا برایش آورد. باز از آن نطفه علقه جور کرد، از آن علقه مضغه جور شد، یک لقمه نان واری، لقمه گوشت واری. از آن مضغه چشم برایش جور کرد، گوش برایش داد، دهن برایش جور کرد، دستها را برایش پیدا کرد، پایا را برایش پیدا، دیگه چیزهایی که در دلش است زنده کرد، دماغش را پیدا کرد. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. پس از آن اطوار مختلف خلق دیگر جور شد که آن را انسان میگوید. از آن نطفه‌ای که سر کالای انسان بیاید، انسان آن کالهای خود را میشوید. از آن نطفه علقه جور کرد، از علقه مضغه جور کرد، از مضغه انسان جور کرد. آیا پدرت میدانست که چطور برایت چشم برساند، یا گوش، یا عقل، یا دل، یا فکر، یا دهن، یا دست، یا پا؟ آیا مادر میتوانست چطور برایت غذا پیدا کرد اونجا؟ چطور هوا برایت پیدا کرد اونجا؟ اگر خوراک میکردی در شکم مادر، چطور خوراکت به چتلی تحول نمی شد؟ صرف گوشت و استخوان برایت جور می شد. باز بعد از آن که از شکم مادر برآمدی، دفعتاً رحمتی در دل مادر پیدا کرد که دردهای پیدایش را از یاد خود برد و به غم تو ماند. در دل پدرت رحمت پیدا کرد، پشتی دوا و غذای تو کار و سفر و عمل می کند. شیرهایی را به سینه مادر برایت پیدا کرد. پس معبودی بر حق آن ذاتی هست که این کارها را کرده. رب العالمین می فرماید الذی خلقکم، ایتو یک مقدس ذاتی است که شما را پیدا کرده است. والذین من قبلکم، و آن کسانی که پیش از شما هست آنها را هم او پیدا کرده، پس عبادت اونها را نکنید. عبادت عیسی را، عبادت جیلانی را، عبادت ملائکه را، عبادت جنی ها را نکنید. لعلکم تتقون، اگر عبادت الله را کنید شما به درجه تقوا میرسید. الذي جعل لكم الارض، عبادت آن ذاتی را کنید که آن جور کرده برای شما زمین را فراشا، مثل جای ششتن، خانه سرشان جور میکنید، زمین و کشتکاری میکنید، همه را کو نکرده. و السماء بناء، و آسمان را یک بنای جور کرده که از آن سر شما یک چیزی نیاید. و انزل من السماء ماء، و پایان کرده از ابرهای آسمان آب برای شما. فاخرج، پس به این آبهایی که از ابرهای آسمان می آید، اخرج بیرون کرد، به به همین آبها، من الثمرات رزقا لکم، از زمین بیرون می شود
مختلف میوجات، کشتکاری، رزق برای شما ای انسان ها. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. پس هرگیز جور نکنید، پس هرگیز قبول نکنید، پس هرگیز نپسیدین لله برای الله اندادا شریک های و انتم تعلمون، و شما خوب میدانید که نه عیسی نه موسی نه ملائک نه جنیات نه انس نه جن مثل الله است یا با الله حق شراکت را دارد. ابن کثیر رحمت الله علیه در تفسیر خود بعد از این آیت می فرماید خالق او فریدگار همه این مخلوقات یگانه ذاتی است که شایسته و مستحقی پرستش و عبادت است. به این قدر امروز کفایت میکنیم. انشاءالله در روز یکشنبه آینده بعضی از عبادت هایی که صرف حق الله است آن را بیان میکنیم تا آن عبادت ها را برای الله انجام بدهیم که در قبر خود در دنیا، در عالم برزخ، در عالم آخرت کامیاب شویم. و صلی الله وسلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین والحمد لله رب العالمین.